بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. با تو هر لحظه من بوی خدا میگیرد یا ابا عبدالله. با تو هر لحظه من بوی خدا میگیرد، عطر اخلاص و مناجات و دعا میگیرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام مردم، سلام هم نفسای یاد خدا. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید. خیلی ممنونم که دوباره وقت گذاشتین تا یه نوبت دیگه از مجموعه برنامه یاد خدا رو تماشا بکنید. امیدوارم برنامه ما براتون مفید فایده باشه و به دلتون بنشینه. خواهش میکنم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. خب خدا رو شکر میکنیم از این بابت که بازم خدمت شما هستیم و بیشتر شکر میکنیم از این بابت که امشب میتونیم بهره‌مند بشیم از صحبت‌های تخصصی و کاربردی و دلنشین آیت الله قروی که افتخار دادن، آقایی کردن، قدم به چشم حقیر گذاشتن. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. قبول باشه از تشکر میکنم. سلام علیکم و رحمت الله. من خدمت جناب عالی و عزیزان دیگر و بینندگان سلام عرض میکنم و امیدوارم انشاءالله در مسیری حرکت بکنیم که حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام حرکت کردن و نهضت خودشون رو به نتیجه رسوند. الهی آمین انشالله. خیلی ممنونم. خب ما توی برنامه‌های مختلف، توی شبکه‌های مختلف از جمله شبکه خودمون از مناظر مختلفی به نهضت ابا عبدالله الحسین علیه السلام پرداخته شده و صحبت شده. اما از اونجایی که شبکه بالاخره قرآن هست، بیننده های ما هم طبعاً انس بیشتری با قرآن کریم دارن. گفتیم اگه صلاح بدونین خوبه که ما ریشه ها و مبانی قرآنی نهضت امام حسین رو بهش بپردازیم. تا اونجایی که من شنیدم امام حسین جان از همون لحظه‌ای که از مدینه ظاهرا حرکتشون رو شروع میکنن توی مناظر مختلف استناد میکنن به آیات نورانی قرآن کریم و انگار که میخوان این حرکتشون رو، نهضتشون رو، ریشه های قرآنیش رو هم ذکر بکنن. از هر جایی شما صلاح میدونید شروع بفرمایید، ما استفاده میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللهم صل و علی علی اهل بیت الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بعد نیست من یه توضیحی قبل از اینکه ورود در بحث داشته باشم در ارتباط با یک اتفاقی که در 2 سال قبل از مرگ معاویه و تقریبا نهضت امام حسین علیه السلام پدید آمده و خیلی مورد توجه نظر عزیزان رو بهش جلب بکنم. امام حسین علیه السلام یه خطبه قرایی در سال 58
این هم در سفر حجشون در منا برای خواص از بنی هاشم و اصحاب و تابعین ایراد کردند. این خطبه عجیب است، مشتمل بر 3 بخش. البته مرحوم آیت الله نجمی سعی کرده این 3 بخش رو با هم بیاره. بزرگان ما به مناسبت بحث‌های خودشون معمولاً این 3 بخش رو از هم جدا ذکر کردن، ایشون هر 3 رو با هم ذکر میکنن. در این خطبه یا در واقع سخنرانی که حضرت در منا داشتند که مثل طبرسی و اینها میگن چیزی حدود 1000 نفر حضور داشتند در اون جلسه. اون هم از خواص بودن، چون این نبوده که از مردم عادی باشن، بلکه از تابعین و اصحاب و بنی هاشم. این خطبه 3 بخش داره. من اجمالش رو عرض میکنم، در قسمت‌هاش رو، قسمت‌هایی که مربوط به بحث مقدار برجسته میکنم. بخش اول جایگاه امیرالمؤمنین علیه السلام و اهل بیت رو مطرح میکنند و از جالسین در اون جلسه میخوان که احیانا اگر قبول دارن این رو تأیید بکنن. فقرات عجیبی است. جایگاه امیرالمؤمنین رو تبیین میکنه، جایگاه بی مانند امیرالمؤمنین رو مشخص میکنه. درست. به اینم یه ظرافتی درش هست. در نهایت حالا این رو به خصوص برجسته نمی کنن، ولی عملا تلویحاً مطرح میکنن که چقدر شما کوتاه آمدید نسبت به حضرت. و این جریان خلافت وقتی که خارج از مسیر بشه به چه نتیجه می انجامه؟ به جوری که زمام کار به دست معاویه میفته و تازه به معاویه هم بسنده نمیشه، بلکه نوبت به یزید میرسه با اون سوابق و با اون خصوصیات ویژگی هایی که داشته. قسمت دومش آیاتی رو ذکر میکنن در ارتباط با بنی اسرائیل و علمای بنی اسرائیل و خواص که اینها نسبت به شریعت، نسبت به اعتقادات، نسبت به خلاصه مبانی اینها کوتاه اومدن. اون هم یا به خاطر رغبت به دنیا یا به خاطر ترس‌های توهمی. آیاتی رو ذکر میکنن که این آیات در واقع اونها رو مورد مذمت قرار میده. اتفاقاً ما این آیات مورد نظرمون هست، فقط من اجمالش رو عرض میکنم. قسمت سوم چیز عجیبی است، یعنی خیلی مثلا جا داره که یه مقدار اصلا درباره اونها بحث بکنیم و نقش خواص بهتر روشن میشه. و حضرت هم خواص رو در واقع دعوت کردن در این جلسه و اونها رو مورد خطاب قرار میدن. حاصل مطلب اینه، چون خواصن که جریان عمومی رو شکل میدن توی جامعه دیگه. حاصل مطلب اینه که بالاخره شما این موقعیتی که پیدا کردید الان که این موقعیت عظیمی است در بین مردم، این رو نداشتید. بعد این رو ترسیم میکنن که این موقعیت موقعیتی خیلی قابل توجهه. بعد مطرح میکنن اینا همه به خاطر اسلامه، به خاطر جایگاهی است که شما در ارتباط با اسلام پیدا کردید.
آبرو و پست و مقامی اگه دارید اگر هست، هرچه هست در پرتو اسلام مدیون اسلام. و شما کوتاه اومدید. کوتاه اومدید که نتیجه این شده که ما میبینیم. توجه میکنید؟ به عبارت خودمون نمک خوردین، نمکتان شکست. بدون اینکه حالا نمیخوام بگم که نمکتون شکستیم، نه، کوتاه اومدید. تا اونم به خاطر ملاحظات مختلف که اصلا عرض کردم، به خصوص هر قسمتی از این خطبه قابل ملاحظه است، قابل این است که ما این رو ملاحظه بکنیم. در یه بیانی تو همین بیاناتی که تو این خطبه هست، حالا این اجمالش بود بله که مربوط به همون قسمت دومه، اعتبروا ایها الناس بما وعظ الله به اولیاءه من سوء صنائه علی الاحبار. پند بگیرید ای مردم به آنچه که خدا احبار و روحانیون رو و خواص رو موعظه کرده. از این پند بگیرید که چطور باید از این پند گرفته بشه. ایها الناس اعتبروا ایها الناس بما وعظ الله به اولیاءه من سوء صنائه علی الاحبار، که چطور خدا اینها رو مذمت کرده. اذ یقول، خداوند میفرماید لولا ینهاهم الربانیون و الاحبار عن قولهم الاثم. چرا ربانیون و احبار، علما و کسانی که بالاخره یه مارک خاص دینی به اونها خورده، چطور نهی نکردن از گستاخی هایی که دیگران داشتن و در نتیجه توانستند معارف الهی رو تغییر بدن و بدعت ایجاد بکنند. باز آیه دیگری که حضرت بهش اشاره میکنن این، اگر اجازه بدید توی این آیه اول یه تأملی داشته باشیم، یه فاصله هم برگردیم بریم سراغ آیه دوم. اجازه هست؟ زنده باشید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. شما کیه در دنیا پیدا میکنید در شرایطی مثل شرایط حسین ابن علی قرار بگیرد، دو کلمه از اون خطابه حسین ابن علی رو بتونه بکنه؟ دو کلمه از اون خطابه زینب سلام الله علیها، اون زینب داغ دیده را در دم دروازه کوفه بخواند. اینها درس است. گفتن این عذار احیا بکنید، زنده نگه دارید که این نکته ها رو بفهمید، این نکته ها رو دریابید، برای اینکه عظمت حسین رو درک بکنید، برای اینکه اشکی اگر میریزید از روی معرفت باشد. معرفت حسین شما رو بالا میبرد، شما رو انسان میکند، شما رو آزاد مرد میکند، شما رو اهل حق و حقیقت میکند، اهل عدالت میکند، یک مسلمان واقعی میکند. مکتب حسین مکتب انسان سازی، نه مکتب گناهکار سازی. حسین سنگر عمل صالح است، نه سنگر گناهکاری. عاشورای امام حسین جان سال 61 هجری قمری اتفاق افتاد. سال 58، یعنی حدوداً 2 سال قبلش، توی منا حضرت یه خطبه میخونن. مخاطبشون هم حدود 1000 نفر بودن، عمدتاً هم از خواص، یعنی نخبه ها، بزرگان، صحابی، تابعین و اینها. و توی 3 بخش خطبهشون رو ارائه میکنن. بخش دومش استناد به آیات نورانی قرآن کریم هست که اونها رو متذکر میشن برای مخاطبینشون. استاد قروی عزیزم دارن این بخش رو تشریح میکنن. آقا سراپا گوش. آیه دیگر که باز حضرت برش تأکید میکنن این آیه است، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، تا میرسه به ذیل آیه لبئس ما کانوا یفعلون، یعنی کسانی که کافر شدن از بنی اسرائیل، اینها مورد لعن قرار گرفتند، نفرین الهی قرار گرفتن، عذاب الهی شامل اونها میشه. لبئس ما کانوا یفعلون، اینها بد عمل کردن. بعد حضرت این تعبیر رو بکنن و انما آب الله ذلک علیهم، این که خدا
به اینا گیر داد، به قول خودمون سرزنش کرد اینها رو. لأنهم کانوا یرون من الظلمه الذین بین اظهرهم، برای اینکه اینها آنچه که ظلمه انجام میدادن و تو چشمشونم بود، آشکارم بود، اینها میدیدند ولی سکوت میکردن. فلا ینهونهم عن ذلک، سکوت میکردن. رغبتا فیما کان ینالون منه، به خاطر مسائل دنیوی بود که نکنه این پست و مقام و جایگاه خودشون رو احیانا از دست بدن، یا اموالی رو احیانا از دست بدن، یا اینکه نتونن کسب بکنن. و رهبتا مما یحذرون، و یا احیانا میترسیدن که خطری شامل اونها بشه. در حالی که والله یقول، خداوند میفرماید فلا تخشوا الناس واخشون، شما نباید از مردم بترسید، باید از من بترسید. به عبارت دیگه وظیفه گاهی مستلزم خطر هست، خطر کردن هست، نباید از خطر ترسید. لازمی دینداری به خصوص برای خواص اینه که وقتش ورود پیدا بکنن و مسائل رو روشن بکنن. بعد حضرت باز به آیه دیگری اشاره میکنن و قال المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این از آیات الهی است که مؤمنان و همینطور زنهای مؤمنه، اینها نسبت به یکدیگر یه ولایت امر معروف و نهی از منکر دارن و باید امر معروف بکنن و نهی از منکر داشته باشن. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ولذا بزرگان چند نوع ولایت رو ذکر میکنن. یکی ولایت امر معروف و نهی از منکر. عجب. یه نکته است که باید توجه داشته باشیم. اصولاً وجهی نداره کسی به قول خودمون متعرض به دیگری بشه و در نتیجه چیزی بگه و چیزی بخواد، مگر اینکه یک نحوه رابطه ولایی در کار باشه. یک نوع ولایت که برای مؤمنان هستش، ولایت امر معروف و نهی از منکر که خداوند دستور داده به اینکه این ولایت برای شما هست، باید جلوگیری بکنید از منکر، باید زمینه معروف رو به وجود بیارید. چون این نیست که در واقع خواهش باشه، تمنا باشه، حتی امر به معروف و نهی از منکره. حالا من نمیخوام تو این قسمت مانور بدم، ببینید چقدر الان با خواهش و تمنا هم گویا مداخله در امور شخصی تلقی میشه. متاسفانه راست میگید، لفظ امره، امر نهیه، فرمانه، نه فرمانه، تمنا نیست که. تمنا نیست، در واقع خواهش نیست، عرض نیست، بلکه فرمانه. امر به معروف یکی از انواع ولایت ها اینه که این دستورالعمل جدی است در اسلام. یکی از مشکلاتی که اصولاً برخی جوامع متأثر از جوامع دیگه بالاخره نسبت بهش سستی ورزیدن، همین مسئله هست. همینطوره که متاسفانه خود امر به معروف دیگه کنار رفته. یعنی احیانا اگر شما بخوای بگی چرا خشونت تلقی میشه. اصلا من یه چیزی بگم آقا، ببخشید تو رو خدا حلال کنید، شرمندم. به ذهنم رسید سال 58 اگه همین یک کلمه رو اون آقایونی که داشتن این حرفای محسن میشدن عمل کرده بودن، شاید عاشورا رخ نمیداد. امر به معروف میکردن و نهی از منکر. پس المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض، این دیگه آیه قرآنه. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، اینها آمر به معروفند و ناهی از منکر هستند. فبدأ الله بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر فریضة من، خدا این رو یک فریضه قرار داد، امر به معروف و نهی از منکر رو. لأنه لعلمه بأنها اذا ادیت و اقیمت استقامت الفرائض كلها، برای اینکه خدا میدونه که اگر امر معروف و نهی از منکر باشه، واجبات به پا خودش خواهد ایستاد. حالا
مشکلش یا سختش فرق نمیکنه. و ذالک ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر دعاء الی الاسلام. نقش این رو داره که دعوت به اسلام میکنه و ظالم رو از ظلمش در واقع او رو باز میداره. و از طرف دیگر زمینه است برای اینکه اموال مردم حفظ بشه، جان مردم حفظ بشه، آبروی مردم حفظ بشه و این چنین نباشه که به غنایم و به بیت المال دست اندازی بشه. و اگر امر معروف انجام بگیره، نهی از منکر انجام بگیره، این حقایق تحقق پیدا میکنه. ملاحظه میکنید امام رو چه مسئله‌ای تکیه میکنه؟ همینطوره. مسئله امر معروف و نهی از منکر. حالا بعد نسبت این رو باز در وصیت‌نامه امام به محمد حنفیه که طولانیه، بعد از اینکه حمد و ثنا حضرت ایراد میکنن میفرمایند انی لم اخرج اشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما. اینو همون قبل از خروج من- خروجشون از مکه اینو وصیت‌نامه رو درسته بنویسن قبل از خروجشون از مکه. حالا یا مکه یا اینکه از مدینه. و انما خرج لطلب الاصلاح فی امت جدی علیه السلام. من برای اینکه نقش اصلاحی رو میخوام در امت جد ایجاد بکنم. خب شما چجور میخوای این رو تحقق ببخشید؟ با چه وسیله‌ای؟ ارید ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. من باز اینجا امر معروف بکنم، نهی از منکر بکنم و اسیر رو به سیرت جدی، همون سیره جد خودم رو و پدرم رو در واقع اون رو اجرا بکنم. فمن قبلنی به قبول الحق فالله اولا بالحق. کسی که از من بپذیره، به حق بپذیره، خدا بالاخره بهش پاداش میده. و من رد علی هذا اصبر حتی یقضی الله بینی و بین القوم و هو خیر الحاکم. و اگر کسی نپذیره، من کار خودم رو انجام دادم و خدا بین ما و بین دیگران حاکم خواهد. همه حرکت امام حسین علیه السلام حرکت اینچنینی که یک حرکت خاصی هم بود. شما نمیتونید بگید که این یک قیام بوده. ببینید من این نکته رو روش تاکید دارم. من قبل از برنامه دیدم ما می‌خواستیم بگیم قیام امام، شما تاکید کردید نهضت امام. چرا؟ حسین علیه السلام البته وقتی هم دیگه نداریم. بله، جریان اینجور بود. پیشنهاد کرده بودن بر بیعت با یزید. حضرت زیر بار نرفتند. دیدن بودنشون در مدینه مشکلات داره. به قتل به فرجام ایشون منتهی میشه و این مصلحت اسلام نیست. در نتیجه باید یه حرکتی انجام بدن که موج ایجاد بشه. درست؟ و این موج ایجاد شد. همینطوره. تا اینکه ایشون رفتن مکه، اونم در یه مقطع خاصی در واقع که باز احساس خطر میشد که نکنه حضرت ترور بشن و حرمت کعبه و خانه خدا شکسته بشه. قبل از ایام حج، یعنی قبل از عرضم به حضورتون عرفات و اینها، یوم الترویه، ایشون راهی به طرف کوفه و کربلا و اینها شدن. بله بله. توجه میکنید؟ حرکت از حضرت اصلا اینچنین بود و در این حرکت اینجور نبود که حضرت بخوان درگیر بشند. کوفه، مردم کوفه ایشون دعوت کرده بودند، اون همه نامه نوشته بودند. بعد اون اتفاقات پیش آمد. بعد امام حسین علیه السلام بالاخره در کربلا ماندگار شد. عملا در اون بیابان اونجا نگذاشتن دیگه حضرت